سلام بچه ها، برای راه اندازی کپکاد مود آمدیم. آموزش گذاشتیم کامل 0 تا 100. خب کپکاد که واقعی اصلی نسخه اصلیش که نمیشه راه اندازی کرد، برای همین نسخه های مودشو میشه استفاده کرد که منم تو کانال تلگرامم هرچی نسخه مود آمد روز به روز تا نشدهشو براتون میذارم. شما میتونید از اینجا نصب کنید و طبق آموزش که من میگم راه اندازی کنید و ادیت یا هر چیز استفاده خاصی که ازش دارین میتونید استفاده کنید. خب برای راه اندازی کپکاد حتما باید زبان گوشیتان انگلیسی باشه که همه بلدیم دیگه. جای تنظیمات میریم از اینجا گوشیتون رو راحت انگلیسی میکنید زبانشو. خب بعد از اون به یک فیلترشکن قوی لازم دارید که من این دو فیلترشکنی که تو مینو گذاشتم اینو خوبه، ولی خب شما میتونید فیلترشکن قوی تر دارین. اگر فیلترشکن های پولی دارین که بهتر، اگر نه همین دوتا اوکی جواب میده. همچنین لاین VPN خیلی خوبیه، MS فیک نمیده. VPN باشد که MS فیک نده. خب داخل کپکاد میشید. خب همینجوری که میدید برای من کاملا بازه و همه قابلیتاش قابل استفاده، تمبلت ها و همچنین ایدیت خاصی میزنن، همه افکت ها. همچنین که میبینید کپکاد نسخه پروه. شما باید اول داخل کپکاد ایکان درست کنید. ایکان رو این میزنید، پایین هست، این پایین هست، اینجا میزنید و همینجوری که میدونید من ایکان دارم الان اینجا. شما باید اینجا ایکان درست کنید. بذار من براتون آموزشو میگم شما چجوری ایکان درست کنید. خب اینجا رو این سه تا خط میزنید. حالا چون من ایکان درست کردم برای قابلیت دوباره ایکان نیست، ولی باید اکانت لگاوت شم از این اکانت بیرون میشم. همینجوری که میدونید بازم تمبلت کار میکنه، ولی خب شما باید حتما اکانت درست کنید. اگر نکنیم احتمال داره کار کنه. خب دوباره رو میریم، رومی که رفتیم بذار میگیم باز بعضی قاطی میکنم میگه دفعه کجا رفت، یعنی رو همین میریم. خب اینجاست 5 تا گزینه میتونه از طرف تیک تاک لگاوت و همچنین 3 تا فیسبوک و جیمیل و همچنین تلفن که بقیهش تو ایران یک جور مشکله، ولی باید از طریق گوگل بشید که اونم نمیتونید از اینجا بشید، چون اینجا باید اکانت قبلا داشته باشید. پس باید اکانت درست کنید که نمیشه و ایرور میده. شما باید حتما اول رو این ایمیل اینجا این گزینه 4 که هست اینجا بزنید. خب الان اینجا من چون قبلا اکانت داشتم نه هم جیمیل هم همه اول میاره. شما میتونید رو چی بزنید، سینکاپ درست کردن اکانت. شما ریس سینکاپ میذارید اینجا اکانت جدید درست میکنید. من قبلا داشتم، الان رمزو میزنم. بله همینجوری که میبینید من راحت داخل اکانت میشونم. میبینید اکانت قبلی هست. خب میتونین اینجا راحت از تمبلت استفاده کنین. همچنین آموزش ساده و آسان. خب برای نصب این کپکاد داخل چنل تلگرام هست، زیر همین ویدیو کپشن همین ویدیو لینک تلگرام گذاشتم و همچنین میتونید تو داخل ویدیو هم لینک تلگرام رو نگاه کنید، همین پایین هست، میتونید استفاده کنید و همچنین تو ویدیوی یوتیوب و اینستاگرام هم هست، میتونید از اونجا داخل کانال تلگرام بشید و راحت استفاده کنید. خب برای آموزش بعدی خیلی